روز اومدم بهتون میگم چه اتفاق عجیب برام افتاد. اون بر اون پشت بودم، یه دفعه واردن اسپان شد، بهم گفت تو چه پسر خوش تیپی هستی. تو منم خوش آمد، خب از تیپ هم تعریف کرد. بعد الان فکر کنم هنوز همون پشته. به من چی داره میگه انقدر تو خوش تیپی، به من میگه که یه لحظه بیا با هم دیگه بریم اینجا. بعد من باهاش اومدم اینجا، بهم چی میگه واسه لحظه، بهم میگه بیا یه لحظه با هم این بالا. بعد بهت قول میدم این شاکر پر آفست آرمور ندرایتی با 3 تا توتم بهت میدم. بعد من شدم برو گم شو بابا، فکر کنم مثلا کی هستی چی هستی، فکر کردم مثلا من چه آدمی هستم. من قبول نکردم. خلاصه بعد الان نمیدونم الان چجوری اینجا بدم بیرون، بلاک ندارم، یکم بلاک اینا بکنم. بعد خلاصه خودم اینا دم دستم باشه این موقع نمیرم یکی شرکت سریع عوض کنم. و آره خلاصه اصلا نمیدونم چه بدبختی، عجب شهر عجیبیه دیگه، آدم رو آدم رحم نمیکنه. اه اه اه